با مقصد ترغیب احیا و حفظ و نگهداشت بهترین سنت‌های ملی نیوگان در سمت آماده نمودن طعام‌های ملی، خورش‌های بولذت و بلند برداشتن ضبط کدبانوها با تشبث بخش کار با زنان و اویله و دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر گلستان در آسایشگاه بهارستان آزمون کدبانوی بهترین برگزار شد. در آزمون تاکید گردید که تاجیکان از زمان‌های قدیم به ایجاد ارزش‌های عالی فرهنگی موفق شده در سراسر جهان با عنوان قوم تمدن آفر شهرت پیدا نمودند. امروز بهترین و نادرترین سنت‌های فرهنگی ملی ما در مناسبت با کدبانوگی، دسترخوان آرایی و معرفت اویله‌داری دوباره احیا گردیدند. خوراک و خورش‌های ملی که افاده‌گری رسم و آیین ملت کهن بنیاد تاجیک به شمار می‌رود، در هر منطقه به طور خاصه آماده و از نسل به نسل تا امروز پابرجا باقی ماندند. مورد به ذکر است که زنان و بانوان تاجیک مهارت بلند کدبانوگی داشته آنها ماهرانه طعام‌های ملی را آماده می‌نمایند. عنعنه‌های ملی را پاس و گرامی داشته با این وسیله مهارت و ملکه پزندگی خود را صیقل می‌دهند. اشتراکچیان آزمون مذکور در نومیناسیون‌های آرایش دسترخوان، گذاشتن ظرف‌های بالای میز آماده و پیشنهاد طعام‌های صبحانه، پیشنهاد معلومات عاید به نام درست طعام، معلومات درباره غذانوکی طعام‌ها، مهارت پختن خوراک‌های محلی، ملی و معاصر، آماده نمودن خورش‌ها، ملکه شوریدن نمودهای مختلف خمیر برای پختن نان و دیگر محصولات آردی، هنر کدبانوگی خود را نشان دادند. آنها طعام‌های ملی از جمله منتو، سمبوسه، نان و فطیر، قروتاب و شکراب، سومنک و حلوا، محصولات‌های قنادی، کلچه و کلچه قندها را پیشکش حاضر نمودند. در رفت آزمون عیان بود که اشتراکچیان مهارت بلند پزندگی داشته در عائله خود همچون زن مادر از عهده وظیفه‌هایشان به خوبی می‌برآیند. در شهر گلستان آزمون کدبانوی بهترین گذرانده ایستاده‌ایم. در آزمون کدبانوی بهترین بانوان تمام جماعت و شهرک‌ها اشتراک دارند. مقصدی گذراندن چنین چاره‌بینی‌ها از بین رفتن خوراک‌های قدیمی، خوراک‌های ملی و بلند برداشتن ملکه کدبانوگی زن‌ها میباشد. در آزمون هیئت حکمان به مهارت اشتراکچیان بهای بلند دادند و غالبان و جایزه‌داران این آزمون با تحفه‌های خاطروی مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر گلستان قدردانی کرده شدند.